سلام لونلی گاد، چطوری؟ سلام لون. سلام جیگرهای من. سلام قند نباتهای من. بوس به لب خود محمد جون، جیگر طلای من. تو اولین نفر بودی اومدی تو استریم داداش. لونلی گاد. آی سرما خور، منم سرما خوردم. البته که دیگه چیزی به اسم سرما خوردگی بچه وجود نداره. اومیکرونه، خیالتون رو راحت کنم. چشامو وا کردم منم استریم. سلام جیگرهای من. سلام قند و نباتهای من. سلام اصل چای من. من کوچیک شما آقا امیرکس نزن حرف. آخه به خدا دیشب توش نکردم، خیلی خسته بودم. اگه می اومدم استریم یه تیکه گوشت بودم، یه تیکه گوشت خسته. هات تاپ الان کجا من برم تو آب؟ یه جا به من بگو من برم اونجا تو آب بر تو هات تاپ بذارم. وای من دوز سومو یادم میره بزنم. میرم میزنم فردا که تعطیله. پس فردا نمیزنم. داشالی گنده، من گنده هیچ جا نیستم. حالا اون بابای تو بابای تو چطور راستی؟ پس فردا تعطیله نه فردا، من نمیدونم کی تعطیله. وقتی خوب شدی باید دوز سه روزه. حله. علی تو مرده بودی. آره ویدیو رو دیدی پسر چقدر ریلکس. واقعا رفیقت مرده چرا به یه ورت تو نمیفهمم. فاکتاب اگه تصویر داشت منم واقعا جدی فاکتابم. ریشای من چند سالگی دارم من؟ دوم راهنمایی بودم. اول یا دوم راهنمایی بودم ریشام در من. شیش هفته بعد مرزی بزنم حل. از مرگ میترسی؟ نه من الان چرا یه تو چت نوشتی من دونه زیتون رو قورت میدم؟ چطور؟ این ترومر
داشو گلم ناراحت نیستم، مریض احوالم سکسیا، من توش نکردم. داری به گاه میری داشت قهرمانم. توی سایت بودم ببین چی هستی که از اون اومدم تو رو ببینم. خواه پشمام چقدر دسترسی به اون سایت ها راحت شده، قدیما اینجوری نبود. چت میکروفونه رو ول کنی پس فردا میذاره دهنم. وبکم رو دوباره عوض کردم. وبکم نگو تو رو قرآن، کامرا رو عوض کردم. Legends never die. خیلی چطوری؟ اولین دونیت امروزمون میشه برای آقای محسن. اون چه دیدم خیلی باحال. فقط میشه بگی اون تفنگ دست تو از کجا گرفتی؟ آقای امیرو ارسی ار 50 دیتت بوس به کلت سکسی من. ممنونم عزیز دلم. بوس آقا محسن موتل قو شمال. یه مغازه هست، مغازه شکاریه، یعنی انواع اقسام اسلحه ها، چاقوها اینا رو میفروشه. پیستوله رو از اونجا گرفتم. آقا فرزاد سلام داداش، خیلی عشقی. سراغ نداریم بگم شو کجا گی بیارم. صدا چرا اینجوری؟ یه ذره مریض احوالم. الان جزو فیلم برداری به حساب میاد واسه دوربین. یعنی چی؟ آخه میگم نورم بده چون اینا خاموشه. آخه هی داداش کشیدم بیرون ازت، همونا که خود میدونی. حالا تو هم کرده بودن مگه اصلا چیزی حس شده بود؟ ولم کن بابا. ارسی امیر حسین جیگر طلب از سلطان قلب که تویی عزیز دل منی تو. عدسه دارم نمیاد، داره میاد. عدسه باید مردونه باشه. درس امروز اگه مردی و اینجوری عدسه میکنی تو قطعا کونی. بی برو برگرد بی تو. مرد باید اینجوری عدسه کنه، فهمیدید؟ یاد بگیرید عدسه کردن. ببینم اتو باتو اینجوری عدسه میکنید اصلا از ما نیستی. برو یه جا دیگه، برو استریمت بگم دراما میشه. آره عدسه اینه، یه عدسه بکنی مغزت و قلبت برای 1 ثانیه وایسه. آخه تو ولاگ جنگل اولش گل کشیدی. نه بابا بدم میاد گل. الیشا قطعا اون کونیه، قطعا. مرد جدی باید عدسه کنه خون دماغ شه. ولی وقتی بیدار میشی علی کوچولو خاک تو سرت کنم. آقا محمد بعد افتار به روزه هستم تا ریشه سکسی دیده خاک تو سرت کنم. آقا دانیال داشتالی یکی و داشتالی 1.5 گرفتم. کی بریم بچی میزن شما ماه رمزون مشروب نمیخوام. آقا عرفان یه حدثه دیگه دارم چت.
چشامو نگاه از دست دادم. برو بریم. من واقعا اینجوری عطسه میکنم، تازه الان مراعات میکنم، دستم میگیرم جلوش، کسی نباشه. آخه آقای عرفان هنشاو، چرا اجازه یه خواهش دارم، یه رفیق دارم که اونم مثل من فن توه، میخواسته از طرف من تو دوربین بگی یاسین همیشه هوادار کون خوشگلتم. یاسین همیشه هوادار باسن خوشگلتم. بهتری الان؟ آقای AMT علی آقا کم بکش، همیشه بکش، دیگه ندارم، جدی دیگه سیگار ندارم. آقای IGG فنز، سلام، یه سوال داشتم، اسم اون کارت که میگیری جلوی موبایل، آها کراکن کارت داداش، تو اینستاگرام پیجشو بزن اونجا تو خرید. کارت کپچر داشت، کارت کپچر 7-8 میلیونه. نه نگرفتم، دنبال لاشخوری ام، برم یه مغازه منو بشناسه بگه آقا یه اسموک چیزی بخوای بردار، یه کارت کپچر بردار. آره دنبال لاشخوریشم، همینجوری تو کونم نمیره. اگه چطوری؟ ایده چرا جوین گپ فن پیج ها؟ گپ فن پیجام؟ نمیفهمم. آقای دایانا چالش زنگ بزن به کاوه بگو دایانا باباتو پیدا کرد $100. داداش آخه با کاوه شوخی اینجوری ندارم، بگم دایانا باباتو پیدا کرد. ایوه سلام عزیزم، تو هم موفق باشی. خلاص آقا عدس دارم. عدس دارم نیومد. نیومد کاوه چطوری؟ خوبی قربونت برم. یه چی بهت بگم، دایانا باباتو پیدا کرد. جدی؟ آره کجا؟ نمیدونم دیگه، خودش بپرس، گفت فقط بهت خبر بدم همین. جدی؟ آره از کجا پیداش کرد؟ من نمیدونم دیگه، برای خودش بپرس داشت کجا پیداش کرد. من نوک کردم حل مراقب خود باش. جدی؟ از کجا نمی‌تونی گفت؟ برید رو استریم بودم، گفت به کاوه بگو که باباشو پیدا کرده. همین نوک کردم، اونو قاطع کن. عزیزم خلاص 100 تومن منو بده، 100 تومن منو بده، 100 تومن منو بده دویلا، 100 تومن منو بده، 100 تومن منو بده. تویی که چالش گذاشتی گفتی زنگ بزن به کاوه بگو باباتو پیدا کنم فلان سال، پیدا کردم. بدو 100 تومن من، بدو کسکش، 100 تومن من بده. خدایی چه چالش کس شری بود، زنگ بزن به کاوه بگو باباتو پیدا کردم. چالش بذار آدم پشماش بریزه. عزت
مریضی چقدر تخمیه. یس. نرگس چی؟ نمیبخشم. میخوای چیکار کنی؟ مرسی جیگر. 100 تومن دادید. این بده. اوه این بده. این بده. آخه $100 بود. $100. این عدسه اصلی منه. دستمو نمیزنم جلو دهنم کاملا بدون فیلتر. استریم درمونگاه داریم امروز. میخوام یه حالی بهتون دست بدم که همه اومدید درمونگاه. میدونید استریم عادی نی. کجا $100 بعد گفت 109 نگفت دلار. چاره یه حدسه دیگه بیاد بالا سرتونم. با حمید رفتی بیرون مریض شدی؟ نه رفتی نره. آقای تایتان شوگا مثل که زنگ بزنم میلاد بگو 10 میلیون بدهی دارم بهم قرض میدی؟ نداره. میدونم که نداره. من الان میام. از موزیک لذت ببرید. الان میام. Comes and I'm free again. Friday comes and I'm free again.
صاحبش تا اومد منو شناخت. بیگ اسموک آقا قدم رنجه فرمودی اومدی اسکیپ روم. من هم دیدم تنور داغ چسبوندم، گفتم آقا یه تایم واسه من فیکس کن بیام واسه فیلم برداری. و حتما آقا چرا که نه، باعث افتخار. بعد این شد که من خوشم اومد دیگه. حالا اونجا رو میخوام برم براتون. الان 2 تا اسکیپ روم برای فیلم برداری داریم. بله کج ستار خان بود اسکیپ روم. بعد اصلا نیم ساعت اول که کسکیج بودیم، اصلا تا حالا بازی نکرده اوپن ورد. بعد مپ بهمون داده بود، مپ تو اتاق رو مانیتور لپتاپه بود، اصلا مپ رو بعد اونجا میدیدی. what the fuck. بعد تله میذاشتی واسه اونایی که مثلا می‌خواستن بیان بکشن تو. اصلا عجیب غریب بود. اونو فیلم برداری میکنم براتون، نگران نباشید، به همتون میرسه. عدسه دارم. چه حالی داد. الیچا تو اسکیپ روم میخوای؟ تو بچه باید برم یه میکروفون دیگه بخرم. عدسه بعدی کپسول این ترکیده. کاش که فیفا میرفتم الان. برم فیفا واقعا. بریم فیفا الان. با ما هنوز لود نشده مغزم. بذار یه ذره لاس بزنیم بعد. آقا ایلیا داداش علی دیشب خواب دیدم که با تو میرم ترکیه، بعدش با مکدونالد دعوا میشه، همه چیزو میزنیم میشکنیم. چه خوابی. اتابکی سکسی مرسی بر تو دیت داداش. شه سوار برو داداش علی به عشق خودت. چرا به عشق من چی شده؟ آقا شهر بازی و اسیج باز شده. چی؟ اسکیپ روم پولی بود؟ آره داداش اسکیپ روم. آقا تایتان شگا مرسی. دیشب خواب میدیدم تو لختی. علی رضا میگه یه بوس آبدار به ما نمیرسه. داداش اینجا استریم یه پسر لعنتیا. استریم یه پسر چرا باید بری بگی یه بوس آبدار به من نمیرسه؟ مکس آشناک کردم. داداش علی یه لیست از ریشات بیا نگاه کن وضعیتو. وضعیت ولاگ فوتبال در دست دانلوده 40 گیگه. بعد نگو ولاگ فوتبال، اون یه کانتنت جداست، ولاگ نیست. واقعا گیم هممون. این بده گی بودن خوبه ها ولی بده. حالا یه نود نشون. من تا حالا نود به کسی نشون ندادم واسه شما. چرا؟ به یه دونه از ادیتورام نشون دادم. من با همه رفیقم، با ادیتورام، با ویورام. نه فرهاد دیوایس بنده خدا که میدید جیغ میزد دیگه کار نمیکرد. البته ادیتورم بود دیگه نیم. علی احساس میکنم میزون نیستی. چرا؟ مریض حالم. علی ایده این کانتنت از کجا زده به سرت؟ فوتبال کورا خودم جایی ندیدم. دوباره عدسه دارم.
چه حالی میده عدسه خرکی خدا وکیلی. چقدر با شما راحت هم اینجوری عدسه میکنم جلوتون. من همیشه اینجوری تنها عدسه میکردم. من میخوام یوتیوب شروع کنم. به کی برم بگم؟ میگی کامera چی بگیرم؟ هر چقدر بودجته. من میتونم کامera به تو پیشنهاد کنم 150 میلیون، میتونم کامera به تو پیشنهاد کنم 20 میلیون مثلا. میتونم پیشنهاد کنم 10 میلیون حتی. صدام نمیاد. کپسول ترکید. خراب شدی؟ اما به این زودی خراب نمیشه. این نقره‌ای رو میبینید یه شیشه دورشه. اون بهتری که این میکروفون دیگه به درد گوز هم نمیخوره. سالم. الکی نگید. فرهاد ادیتور همه. چرا من کر شدم یا صدا استریم قطعه؟ تو کر شدی. مایکم تو یوتیوب صداش کمه. ادیتورا میرینن توش. من چی؟ با 100,000 تومان با 100,000 تومان بهت مثلا درپوش لنزم 250 تومانه. با 100,000 تومان بهت با 100,000 تومان محافظ مجانی لنز میدن. یعنی چی؟ ولی پایه کانتنت هستی. من خوراکم کانتنت. پیشنهاد بده رو هوا زدم. ولی یه سایت پرفکت برای دانلود گیم از استیم پیشنهاد میدی. یعنی چی؟ مکس سایز زده بالا اومدی سراغ ما دیگه. لیست نرسید داره یه بوست به ما. تو رو قرآن آبرو ما رو بردید. یکی نمیشه با 100,000 تومان یه رم 16 گیگ بهت میدن. نه نمیدن. چرا سطح ادیت ویدیوات اومده پایین؟ ادیتورام گشاد شدن. البته گشاد نشدن، فشار روشون گذاشتن که تون هر روز ویدیو بدن. آره. با 100 برو پرتغال. چی؟ من زندم. آره من قرار بمیرم. لاشی. ولی نرگس فن پیجاتو بلاک کرده. چرا؟ نرگس اومدن گرفتن رود به خاطر که BTS فنی. عدسه دارم. فراد دیویسل کارش عالیه. چرا؟ کی گفته ولش کردم؟ الان فراد داره فوتبال کورا رو میزنه. کی گفته ولش کردم اون بچه رو؟ عشق منم اون فراد طول سگ. تایتان شوگا. من دارم یه گیمینگ روم درست میکنم با الهام از اتاق خود. دقیقاً همین جوری. ببینم اگه خفن شد حمایت میکنم ازت. چرا صدام گرفته؟ مریضم. 100 تومن بدی به دک میدن. نمیدن. کامera با 50 میلیون 6400 آلفا 6400 سونیو میتونم بهت پیشنهاد بدم داداش. از حمید گرگی گرفتم مریضی ها. حمید از من سالم‌تر بود. باید بدونم. خمار تو هم. آره هیچ وقت چتمو نخوندی حتی الان. بیگز مگاندن نفن دروغ نگو. پیروز هم چتتو خوندم. عین سگ دروغ میگی. کامera با 10 میلیون میتونید کنون 4000 دی بگیری. سگ نمیگیره اینجوری بگم. یعنی با گوشی عکس بندازی سنگین تری تا با اون. حساسیت آمپول زدم. حساسیت رو فیکس کردم.
کامرا و 4 تومن بیا. هدستم خاموش شده. تامالدین تهرانی داشت علی پارسال که نگفتی لااقل امسال بگو لای باسج. توقع داری بوی چی بده واقعا؟ سامی کرد داشت علی چشم ما خیلی آقا ایشالله هیچ مشکلی تو زندگیت پیش نیاد و همیشه حالت عادی و جیبت پرپول باشه. اولین بار دارید تو میگم ببخشید که این حرفو نزدم و بوس به کله و کونت با هم. آقای علی بی زد اف دارید قبلی منو میخونی نیومده که هیچ دونیتی بس به شما نیومده جیگر طرف. آرزو موفقیت آقا بیوز میگه روزت بخیر شبت بخیر داداش. گربه مادر چرا؟ چون پادگان بود عشقم. آقای اوبی مثل که کنگو شاد چه عجب اومدی حالا عکس این بده. این بده. چرا تیک آبیت تویش نمیگه؟ چون تویش تیک بنفش داره آبی نه. محمد امین فقط خوش رقصی جوجه استیمرای دختر تو چتت برام خیلی جالب بود. راستی علی وبکم نو کامرا این پاره که جواب بده از دست پیام میده ممنون. جواب چیه بعد الان بده من نفهمیدم. آقا این تو مرسی یاره دونیتد. علی جون انگار تو بهار یه مریضی ویروسی هست که خیلی ها میگیرن. منم گرفته بودم هنوز درست نشدم 2 هفته است خودشم. ایناست که بده. اوه حسین موبایل لعنتی چی؟ دیکاپتریک شاید ما یوتیوب استکانده آبکیه یا جوابه. واکترو چیه دیگه؟ اصلا نمیدونم واکترو چیه که جواب باشه. آقای AMT علی جان با 5 تومن مانیتور چی پیشنهاد میدی؟ جی پلاس. جی پی یو 3050 برای گیم خوبه؟ نه نه ولی فکری برو تو خیابون دستت رو مشت کن به طرف مردم اگه زدن یه چیزی بده بهشون. زیاد تیک تاک میچرخی ها تیمو یه مادر فلان و فلان ما چه مرگته؟ مکس زرده شهر خیلی عشق همه اینا شوخی ولی حتی یه بوسه و لپم به ما نمیرسه. چرا؟ اون به تو میرسه. فرزام چطوری؟ فرزام مگه تو نباید ویدیو الان دستت باشه طول سگ اینجا چیکار میکنیم؟ میساق دیگه دیشب منتظر بودیم نیومدید چرا ساب من نیومد برات ولی ساب شدم. بعضی وقتا پخش میشه بعضی وقتا پخش نمیشه نمیدونم چه کانتنتی خوب ویو میخوره. کمدی چی نگفت؟ چه خسخوری بود؟ آره اوضاع خیلی بیریخته. 50 تومن کیس چی خوبه؟ نمیدونم بخور آپلود کردم دستور بدی پا به ناموسه. بابا باریک الله فرزام دست تند شده ویدیو آماده است تو یوتیوب خوابیده ساعت 7 برای بچه ها بده بره بالا ساعت 7 پا بشون بچه ها اینه. نه نیستم دنبال هیچ کدوم اینا نیستم. آقا مدیا من پسرم. آقا مدیا اسم دختره تو چرا باید اسمتو بزن مدیا باید پسر باشی؟ مطمئنی پسر؟ یه نگاه اون پایین ماینو بنده. آقا یعنی چی تو پس مدیا؟ آقا مدیا اصلا تو چونم نمیره. مدیا یه کاری بکن داداش بیا یه اسم مستعار برای خود بذار للهی. چقدر گرین اسکرین پشتت خفنه. آخه تو کون لقت خوب شد اول مسخرت کردم بعد دویتو خوندم. حقت مسخرت کردم. چه صافت مدیا خدایی مدیا اسم مرد. این چه چرت و پرتی برام فرستادی حسین مو؟ دانلودش کردم چی ها؟ کامرات خرابه پشت تو تار نشون میده. اسکلی حسین مو یه چی فرستاده بهش اعتماد ندارم ولی خب برم زیر میز کپچر کارت عوض کنم. مرسی برای دویتت.
کامپیوتر وصله. چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثل دبای منه سیاهیای دو چشمت مثل لبهای منه وقتی موقع از کجم پایین میاد مثل همیشه. خب نمیدونم به حسین موب اعتماد کردم و یه بازی فرستاده نمیدونم چیه ولی بریم با هم دیگه ببینیم چیه. آقای رضایی نمیشه کونگو شد آشپزی کن. چشم. اینو پشمای خودم هم ریخت واقعیتو بخواید پشمای خودم هم ریخت. آقای ناخدایی خاطره خودتو حمید بگو. زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده آقام دارم تنهایی آتیش میگیرم بگیر به تخمم زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی کورم جوونه کرده. بهم پر ریش احمد بخم پد دیاره. بابای خود چطوره سمر؟ کدوم سمری ها؟ بابا چطوره؟ آقا مکساش بسیار سابسکرایبت. ما سمر کلا یه دونه شنیده بودم دیگه سمر نشنیده بودم. فکر کنم خودتی. چطوری؟ بلا چه؟ میزونی؟ سر حالی کسکشین چه بازیه؟ حسین موبل لاشی این چه بازیه؟ تو کیف گرافیکو نگاه کن چون صدا نداره. آها چون کپچر کارت هست. علی حالا اینو گرافیکشو میشه تغییر داد اینطوری. الکی فوش خوردی؟ آره چجوری گرافیکش کردی و چجوری باید دوستش کنم؟ سوال خوبه داشت رزولوشن رو توکیه یه جوری بود نمیدونم یه تنظیمات داشت میشود که کرد بدشون رو همین حالت میرم. این چه کس شعریه داداش خیلی خوبه استرسی اصلا بود. باید از این آبیا جمع کنم. آره این جمع کردی تموم شد فکر نکنی تموم شده این مونده خیلی طول میکشه. داداش میشه پیشنهاد بازی خوب بدی به من؟ بسه خوب نیست آخه همه گیمه خوب رفت. یا حسین شهید صدا میاد. حسین شهید حسین سرگیجه گرفتم حسین از گرافیک تخمیه بازید. وای گرافیکش رو علی میتونی اوکی کنی. بگو چجوری اوکی کنم دارم سردرد میگیرم واقعا. اوی منو کرد. داداش خیلی بازی شتی بود. تنظیماتشو بیا یکی یکی اوکی کن. پیکسلیشنش آف کنید. آها پیکسلیشن دیزیبل.
چقدر خوب شد. آره. چقدر خوب شد. این چیه منو میزنه؟ حسین ما طول ساکین چیه؟ آره مارا دارم که زدی اینا رو باید جمع کنی. نه بود هم باید یه جوری در بری. اگه شما کنم کنترل که بگیری صداتو نمیگیره. کراوچ که بکنی. چیکار بکنم؟ کراوچ کراوچ بیشینی. بیشینی آروم نداره نشستن نداره. از باید مثل اسب بری و جمع کنی. اصلا کاراکتر ترسناک بازی چیه؟ مادر سگ. چرا قوه نزیرش در میره؟ حسیمو سردر بازیت ریدم. قبوله؟ سردر درسته بازیت ریدم. آره چرا قوه میگیری سمتش اینه سگ در میره. باز مرسی ردایتد. مرسی حسین از پیشنهاد کس و شعرت داداش.
یه دنیا تشکر، خیلی خفن بود، مرسی. و پشت لقت جدی میگم جوونیم رفته، صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، گم توتوریال شد. شاید حداقل تموم میکرد. این توتوریال بود؟ بعدش ترسناک میشه، اینا که راحت بود. بذار شب بازی کنیم. چی؟ توش کردم چت توش کردم. آقا هر شما استی برداره داشالی میری استریم فلانی یا حالی بهش بدی؟ نه الان نه، الان نه. آقا چیز فینگر چی؟ عطسه دارم. آخه این هیتلر چه اسمی آخه؟ داشالی من آیفون 11 پرو دارم، یه ایرپاد پرو ولی موتورم هم هونداست. بچه میرم من 20 دقیقه نیم ساعت دیگه میرم. اومدم فقط گل روی ماهتون رو ببینم برم و بگم شب میام. البته اگه زنده بمونم حالم بدتر نشه شب میام. زد گیمی مثل بردنیت ای داری سری واد استریم دیروزتو پاک کن. آقای آرشام داشتی بابای خودت تایگان شوگر پیشنهاد میکنم حتما فلانی رو. چشم. آقای ماتینگو آره سلام علی، ما الان داریم عید پاکستان جشن میگیریم. علی به درک مرسی بس سابسکرایب. ببین گفتیم اگه مثل کسایی نیست که ما رو جشن همونو میرسن فاز الکی میرم، ولی به عید فطر و غیره که میرسن میگن اشکال نداره، فقط با شادی و جشن ما مخالفت. این شادی رو اشتراک بذارم نکته داداش تو هم عشقی. صدا گوشیم زیاد بود بابام فکر من عطسه کردم. عطسه خوبه. تو تا ما رو از خنده نکشی نمیمیری. چی خنده داری بود؟ یه بازی ترسناک هست رایدز ویت استرنجر، اینو میخوای برو. نه بازی ترسناک جاش شبه. الان من آفتاب داره پنجره میکنه تو چونم بازی ترسناک بازی کنم. آقای محمد علی بازیه Lost from Behind Last of Darkness رو بازی کنید. دوتا بازی کنن سکسی تو به همین چی نشون میده. نمیخوام چیزی نشون بده. آقا سامر سردت من مخلص دارم خوبه، ولی نه عدسه‌ای که از کونه فیل میزنه بیرون. دهن سرویس دهن ما شد کونه فیل. بیشوری تو. آره دیروز تا ساعت 6 شب منتظر بودم. بخش مردم خستگی مردم خستگی. خیلی عدسه دارم پشمام ریخته. بسا عدسه نمیذاره کانتنتمون رو تولید بکنیم. خدا رو شکر. آقا محمد سلام داش علی، امیدوارم خوب باشی. اگه کانتنت اورجینال پیشنهاد بدیم مبلغی بهمون تعلق میگیره؟ ها پینتبال فیلم برداری سخته. علی برای این بازی شت $4 پول دادی؟ نه اوسیمو بهم داد. اگه شب برنامه بازی ترسا که بیا استریم. بیا علی اون بازی که تو مرد شورخونه بود اوه اسمشو نمیدونم اما خیلی خفن بود. هی دارم دماغم میمونم عطسه نکنم. کدوم نمیده دوستمون؟
آها ما اونی که بازی کردیم دمو بود راستی. مرد شوره. حسین ما حواسش هست. ایموشنال دمیج. چطوری داشتی؟ فکر کنم وبکمت خرابه. پرده سبز پشت تو تار نشون میده. گاف آقای فینچر سلام جان، چطوری عزیزم؟ حاجی یادت میاد برای ادیت با هم هماهنگ کرده بودیم؟ گفتم که داشت فعلا من منتظر باشی، بچه‌ها کارشون خوبه. آقای مکس آرش داشتی اسم اون آهنگ جوونیم رفت و فلان رفت چیه؟ خوانندش کیه؟ نمیدونم. میکسه داره پلی میشه. این میکس هم هایپر ترکس شماره 3 هستش. ولاگ آشپزی تو طبیعت. بذار اینو بنویسم. زیبا بود. ولاگ آشپزی تو طبیعت. می نویسم اینو. دوست دارم. نوشتم. مرسی. داداشم پارسا کمانگیر. علی به درک مرسی. علی دیروز دونیت زدم گفتم 8 سال فلان نزدم، بعدش بهم گفتی خاک تو سر بزن یعنی نه، یعنی آفرین داداش. ادیتای آشپزی خیلی حال میده. بس فرضم وایس ایده بدید ببینم تو چت. کدشو نباشم. ولاگ کمپ شبانه تو جنگل گذاشتم که چرا چت منو نمیخونی؟ علی اوکش ابن گفته دیگه. آقای سپر یه سوال داداش، این مشکل جفیدت هم مثل قبلی هاست؟ مشکل نه منظور کاریه. ولاگ کوی رو دوست ندارم. 12 ساعت تو اتاق شیشه‌ای موقع عدسه زدن. آها زد گیمینگ داشتی من این بده نمیدونم. نمیدونم. مگنت فیشینگ چیه؟ اسباب بازی ها؟ کانتنت بگید. این آشپزی تو طبیعت منو کرد. میرم توشم. فقط چی درست کنم تو طبیعت؟ برنجی نباشه استیک درست کن. خروس بی‌ناموس مرسی برای 10 تا دونیت. چالش 10 کیلو لاغر کردن میلاد. داداش چندین میلیون ساعت میشه.
ولاگ شستن ماشین سکسی کارواش تو فکرم بود. خروس بیناموس مرسی برای دانیتت. راستی یه بازی دیگه تو کامپیوترم دارم، بیا بریم اینو برا با هم دیگه بازی می‌ذارم بخندیم. راستم ویدیو یوتیوبش کنم ولی کون لق یوتیوب. شماها عشقی، شما 1300 نفر برای من کیری با ارزشید. آقا این ترومه بهترین ویلاها برای موندن تو شمال نسبت به قیمت نمیدونم، یه دفعه به ذهنم اومد. جالبه، پیشنهاد جالبه. بذار فول اسکرینش کنم، بازی ویندوزه. فول اسکرین 165 هرتز گاما اوکی. اپلای دیسپلی ستینگ. خب علی به درک، علی للهی فاز من و تو چیه که هم و هم سپر خرسر تو این سفاره رو داریم. چه ایرانی داره؟ بازی فول اسکرین کردم ولی اوبیشت هم نمیخواد بشناستش. بس میریم رو ویندو کپچر. اینجوری آره خخ. فهمیدید کدوم بازیه؟ میدونید چیه دیگه؟ شبیه ساز تصادفه. فقط نمیدونم چرا تصویر رو براتون نمیاره. تصویر رو نمیدونم چرا براتون نمیاره. کاش بدونم چرا تصویر رو براتون نمیاره. بابا تصویر رو برای بچه ها بیار دیگه لاشی. دیسپلی کپچر بکنم لگ میشه. خب بیا دیسپلی کپچر لگه. آقا صد مرسی داره چالش یه هفته سیگار نکشیدن چطوری؟ نمیشه ویدیوش کرد؟ از چپ و راستش داره ایراد میزنه. چی؟ ها؟ آقا چجوری حرکت میکنه؟ چه راننده نداره؟ آقا چجوری ماشین راه میره؟ پیج آپ، کنترل پیج آپ، کنترل پیج داون، شیفت پیج آپ. بچه این ماشین چجوری حرکت میکنه؟ آها ماشین رو خاموش کردم. آها با این دکمه است. ماشین آفرود مادافاکا. ایول ایول چه حالی میده. بابا بابا خاره ماشین. بابا فهمیدید از دره بیفتید اینجوری میشه. خب میرسید لب ساحل و خیلی خوب پارک شد. ببین تو آب نیفتادم.
همین باعث افتخاره. همین باعث افتخاره. بریم یه مپ دیگه. یه مپ دیگه چجوری میره؟ چجوری میره بیرون از اینجا؟ میخوام برم بیرون. آها بریم یه جای دیگه. بریم تصادف حق داشته باشیم تو جاده مثلا. تو جاده اینجوری مافیا هشت داره. سلام داشتن 16 سالم و 6 سال رو دختر داری. بابام کراش دارم و این بده ها. این بده. رو دختر داری بابات کراش داری؟ بابام هم میترسن جواب معلومه جواب منفیه داداش. تو فامیل اصلا نباید همچین ریسکی بکنی. چه هندلیگ تخمی داره. اصلا این بازی برای تصادف ساخته شده فکر کنم. حالا دیدم دستشوی خونتون خوبه. دست شما در نکنم. دریفت میکنه. هیچ چیش نشد. ادا در نیار. هیچ چیز نشده. چیزی شد. چراغ شکست. هیچ چی نیست. هیچ چی نیست. بذار پر کنم. شاید بذار پر کنم. یه تصادف حق نیا کنید. اگه تند برید سر پیچا نمیتونید بپیچید. الان من پیچیدم چون من راننده‌ام. الان اینجا نمیشه پیچید. اینجا باید ترمز بگیری. پیچ سنگینه میبینی؟ تازه ترمزم بگیری بازم ممکنه جاده بیفتی بیرون. ولی الان دیگه وقت تصادفه. تصادف چجوری؟ تصادفی که شاگرد رو به گاه میده. تصادفی که شاگرد به گاه میره زارت. دقت کنید. ماشین تا اینجا جمع شد. اینجا شاگرد له میشه. این درس امروز. اگه کسی حال نمی‌کرد که بغلتون نشسته رو میتونید اینجوری به گاه بدید. یس 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 یس. تصادف کامیونی. این تراک بیلدره. نه نمیخوام بیلد کنم. نمیخوام بیلد کنم. این ماشین خوبیه. نمیدونم همین جون داشت چی شده. این چیه؟ چه سردردیه. عالی شد. برو گم شو بابا. بابا داشتن. آره دیگه. با وانت حال میده. با وانت حال میده. مرسی جیگر من برای دونتت. از سلمان. حاجلی دختره پسردایی بابام. بابا ول کن داداش. تو رو خدا فامیل بکشید بیرون. فامیل بگاهیه. وانت به من نده دیگه. چرا وانت میده به من؟ دوست دارم ولی دعا کن سی منم بگیره. میگیره داداش میگیره. FPS 1. میخوام تصادف حق بکنم. جاده بزرگیه. میخوام دور بزنم. پمپ بنزین بهترین گزینه است. برو بریم. الله اکبر. چون نترکید.
مپ تخمی بود. آقا ماشینم چجوری باید عوض کنم؟ اوه یه ماشین میخوام تند بره. ماشینم چجوری عوض کنم؟ نمیگید؟ من هم دوست دارم. ریپی درو میگیره ایشالله داداش میگیره. تو بازی این تروزن میشه ماشین عوض کرد. مرسی. میخوام برم شوفر شم بچه ها. دارم مسافر سوار میکنم مثلا. شغل خوبیه نه؟ شغل خوبیه. اتوبوس پر مسافر. شوفر ازموک هستم. مسافرها عجله دارن. اوه اینجا من مسافر سوار کنم. مسافر سوار کنم. مسافر بیشتر. لب که مال توه. مسیر بعدی تصادف ها. از جاده خارج میشم. هر کی ناراحته پنجره بپره بیرون. از جاده خارج شدم. مسیر خودم میرم. هر کی ناراحته بپره بیرون. اتوبوس نمیکشه بره بالا آج آقا. اتوبان برعکس میرم. هر کی ناراحته سیک دیر. میخواستم اینجا برم پایین. آخ نمیتونم برم پایین. اتوبوسم سالمه؟ یه ذره حالا. میخوام برم پایین. اتوبوس خورد به این نترکید. فکر کردم جی تی ای میترکه. نترکید. با اتوبوس آخه تصادف حق نمیشه کرد. راه نمیره. پیدا کردم. مسافران گرامی، ریدم دهن تو مسافران گرامی. هرچی پول دارید اخ کنید بیاد. مسافران گرامی گیر کرده. مسافران گرامی، مسافران گرامی، باشه یکی هول بده. یکی هول بده بخوایم دره رو بریم پایین. مسافران گرامی. آها، خدا یار و نگهدار شما. مقصد نهایی هستیم. با اجازه. بابا چه هیچیمون نمیشه. عین موز بغل گوشه یخچال شدم.
گم شو بابا. اصلا اتوبوسش حال نمیده. بچه برای دستم ماشین عوض کنم یادم بدید. تو رو خدا. نگاه ماشین میگید اینتر بزن عوض میکنه. مرسی بر دویتت. نه یه پرسک نه. اینتر رو میزنم به خدا عوض نمیکنه ماشینو. بزنم رو عکس ماشین. کنترل نبدید. مرسی. دوست دارید با چی تصادف کنیم؟ با یه ماشین خوب، با یه ماشین خوش سرعت مثلا بود. بیا با این تصادف کنیم. به به درتو واکن نه. به به جاده چالوس رو آوردم براتون اینجا. ماشین خوب میره. میخوام یه جا سیکتیرشم پایین. یا حسین سیکتیر نشدم پایین. ریستش کن. ریست. تو خدا. مپشو دوست نداشتم. مپشو دوست داشتم. این مپا که خوراکه. مرسی ابوالفضل بردارید جیگر من. بعد اینجا گزینه داره میتونی اسپورت پلاسش کنی. اسپورت پلاس. به به برو بریم. یا حسین. به 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 لواش داره راه میره. کونده پر رو داره راه میره. داره راه میره. موتورش ریپ میزنه. آر بزنم ریست میشه. مرسی چت. یا حسین. آخه ماشین قویه. جونم گرگه. دکتر تو چطوری؟ فدات شم. فدات شم جان. شماره امیر رو ببینم زنگ بزنم این داره دیگه یا نه؟ قربون. نه من نیستم امروز اصلا. آره قربون. باشه خلاص. یه شماره من به گرگه بدم.
نصف نیمه. به 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 سپر رو ببین. به به اصلا این تصادفات جیگر من حال میاره. یه چیز بهتر اینجا نره واسه تصادف. ای وای 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 وای. کاسب زموک چیه دن سرویس ها؟ زندگی خرج داره دیگه. ای توف تو ذات پدرت. ماشین دیگه چی داری؟ این چیه؟ این چیه؟ این ماشین زیقی هن. الان لاستیکش میترکه. ببین باید بعد 2 دقیقه لاستیکش بترکه. منطقیشون لاستیکش بترکه. نتونش. اون ماشین اینا آدم راه نمیره. چون دور موتورش بالا. ای بابا من ریدم تو جاذبه. ماشین تخمی. این چه خوب میره. این چه خوب میره. نه رو اینا بریم ماشین خراب میشه؟ نه آره یکی از لاستیکام ترکید. بغل ماشین ها ترکید. چون ماشین ها ترکید ولی هنوز راه میره. با شاسی کج شده. بریم اینجا تفریح کنیم. صحنه آهسته فعال کنم باش. یا حسین گفتی برم تو ستینگ صحنه آهسته فعال کن. ستینگش کجاست؟ نمیدونم کجا این چیزی که تو میگی. یه تصادف جانانه به ما نمیرسه. پیدا کردم چون دو پرو راه میره باز چت.
اخ ستون دومیه. ستون دومیه داره چشمک میزنه، یا حتی سومیه. بهش نمیرسم، بهش نرسیدم، مویی رد کردم. چرا به هیچ ستونی نمیرسم؟ برای راننده، بریم راننده رو بکشیم. آخه ننت بمیره. خب اون لا رد کنم، کاری نداشت مثل این که پرترین سرعت ممکن. میخوام برم تو دیوار. آه! چه حالی داد، چه حالی داد. آخه ماشین رو نگاه کن. درته داداش، این همون یکی درته. وای بمیرم. آخه جارو برقی شد. اون درخت چشمک میزنه. جزء درخت شد. حل داداش، مرسی. آلت و پلاس میزنم اسلو نمیشه ها. آهان آلت به علاوه این. فهمیدم. چت میخوام اسلو موشن خاره ماشین بگم. بچه اسلو موشن دارم با 128 تا سرعت میرم. به به اسلو موشن 100. مرسی همین جون مرساسیو. قشنگ ماشین اینه مثل پاستیل دیده میشه. مادرتو گایده. یه رو ماشین تو راه بود تا برسه اینجا. خوبه، مرسی منو با این اسلو موشن آشنا کردی. به نظر من که این ماشین هنوز راه میره. آره دیگه نمیره. زیبا بود. چون دست اندازهای شدید ها، اگه مثلا همینجوری تون بریم بلا سرش میاد. به به کونه ماشین.
واقعا تصادف اینجوری ترسناکه ها. بریم یه لوکیشن دیگه. ولی من با این خیلی حال کردم. اولین تصادفمون بود. این ماشین سبز فوق‌العاده بود. به به روحم آزاد شد. کامیون اینجا کامیون ببرم. حل امیرعلی. انه ماشینم نموند. بعد انقدر مهربون میاد لب ساحل. سیس اگزوزو. خوش اومدی به ساحل. شبیه یه گوله توپ. شده اینجا. حال نداد. حال نداد. نرفت بالا بیاد. اتوبان دوست دارم. What you saw. آخه اینو شنبولا. پول عرضه نمیدم. بیا بابا این ماشین تخمی چیه؟ یا حسین تیخار گایم. ترافیکشو روشن کن. ترافیک مود روشن کن. چجوری؟ ترافیک مود چجوری روشن کنم؟ جدی؟ الان ترافیک مودش کو؟ مرسی. ترافیک مودش کو؟ ترافیک مود کو؟ تو رو خدا. ال چیه میگی بزن؟ ال چیه؟
آینت رو بزنم اسکل. چون اینجوری رانندگی میکنید یا حسین؟ و ماشینی که هیچیش نشد. بابا من میخوام تصادف کنم. آینه‌شو زدم ماشین داره خارج میشه. یو میخوام آینه بزنم. آینه نشد. وای خارج رفتم. سمن سورن شد ماشین جلویی. جذاب بود. عاشق دنده عوض کردن اینم نگاه 5 این چرا تو اینه؟ من که هیچی نشد. ادامه مسیرم میرم. اینجا بینم. آخه این خوب بود. جای انم رو یارومو. اوه مرسی بردایتر. پالیسش هم وارد بود قبل از اون. حل یه ماشینه بود خیلی تون میرفت. تو تون میری. جونم بابا. چت
این چرا انگار مواد زده مریض شدم داداش خیلی حالم بده خیلی حالم فاکتابه میخوام یکی خیلی خوشحال کنیم و چت بریم یکی خیلی خوشحال کنیم مراقب خودتون باشید سکسی ها من باشم برم دکتر حالم جالب نی دوست دارم خیلی زیاد خوابتونم میگم چی خودتونم خیلی میخوام هوتنگ مرسی بردارت جیگر من پیگیرش میشم این بازی رو برای یوتیوب میخوام بفرستم چیه که خیلی خوشحال میشه ببینید آقا تا دیدار دیگه استریم دیگه بدرو شب میام استریم ها ولتون نمیکنم فعلا